سلام، آریا هستم از هانتلر. در خدمتتون هستیم. یکی از چالنج‌های خوب پورتسویگر رو با هم حلش کنیم. Web cache poisoning to exploit a DOM vulnerability یا cache with a strict cacheability criteria. خب قبل از اینکه بخوایم اصلا بریم سراغ حل کردنش، یه مقدمه و مروری نسبت به اصلا به مکانیزم کش و آسیب‌پذیری کش پویزنینگ داشته باشیم. خب ببینید، اگه یوزر یا هر کاربری در تعامل با یه وب اپلیکیشنی باشه که روی اوریجین سروری باشه که اون اوریجین سرور یا مین سرور در ارتباط با CDN یا ریورس پراکسی باشن، پس حتما باید در ارتباط با ریورس پراکسی یا CDN باشن که این ریورس پراکسی یا CDN از مکانیزم کش استفاده میکنه. حالا مکانیزم کش اصلا چی بود و چی کار میکنه، خیلی بخوایم تو یه جمله بگیم اینه که آقا ریسپانس هایی که به سمت کاربر میره میتونه با سرعت بهتر و راحت تر انجام بشه. یعنی هر سری درخواستا دیگه به سمت مین سرور نمیرن، همینجا کش میشن و اون کشش به سمت یوزر فرستاده میشه. حالا چیا دقیقا کش میشن؟ فایل های استاتیکی که یوزر قاعدتا از مین سرور میخواد توی CDN کش میشن. فایل استاتیک HTML، CSS، JS و از این جور قبیل فایل ها هستن که توی CDN یا ریورس پراکسی کش میشن که دیگه آقا درخواسته مجبور نباشه هر سری به سمت اورجین سرور یا مین سرور بره، همینجا کش میشن، همینا میرن به سمت یوزر. حالا چطوری اصلا این یوزر متوجه بشه، یا بهتر بگیم پنتستر و هکر متوجه بشن که آقا این مکانیزم کش هست روی وب اپلیکیشن؟ توی ریسپانس هدرها قاعدتا باید دنبال همچین پارامترهایی بگردن: کش و هیت و میس. اگه خب قاعدتا یه هدر ریسپانسی هستش معمولا با کش به عنوان کی توش هست که آقا مقدار هیت یا میس رو به پنتستر یا هکر ما برمیگردن. مقدار در واقع باید اینجوری میگفتم میس و مقدار میس مشخص میکنه که آقا درخواستا دارن از سمت اوریجین سرور به سمت یوزر فرستاده میشن و مقدار هیت هم مشخص میکنه که آقا این کش هستش که داره به سمت کلاینت فرستاده میشه. و حالا مقدارهای تعیین کننده ای مثل کی و آن کی ها هستن که آقا تعیین میکنن درخواستا به سمت اوریجین سرور یا مین سرور بره یا نره، که کیا تعیین کنندن، آن کیا تعیین کننده نیستن. این دو مقدار خیلی مهمه. تو ادامه و حل کردن چالش باهاشون روبرو میشیم و اونجا توضیحات رو بهتون میدم، البته برای مرور. خب بریم دوباره سراغ چالش. خب برای اینکه حلش کنیم استیتمنت رو که یه بار تقریبا با هم خوندیم، حالا میگه برای اینکه این چالش یا این لابراتوار رو حلش کنی، کش رو آلوده کن با ریسپانسی که اجرا کنه alert document.cookie رو روی افرادی که حالا میخوان با بروزرشون این صفحه رو ببینن. هوم پیجش هم باید این کار انجام بدیم. ما اکسس دی لب رو میزنیم که این واسه همون باز بشه این صفحه. خب همچین صفحه‌ای واسه همون باز شده. یه هوم داریم، یه مای اکانت داریم که کریدنشیال بهمون نداده لاگین کنیم بذاریم، پسورد بهمون نداده، پس کار نداریم. همین میریم روی همین صفحه اصلی هوم پیجش کار کنیم. درخواستام که میبینید زده است. خب این سمت هوم پیج. خب چیزی که واسمون خیلی چشم دیدم همونجور که اونجا توضیح دادم، ببینید اینجا مقداری که هیت داره بهم برمیگرده توی ریسپانس یه x داش کش هیت، یعنی این درخواست از چیه؟ از CDN یا ریورس پراکسی داره به سمت کاربر برمیگرده. الان که دوباره سندش کنم به من میستاد، یعنی درخواسته داره از مین سرور به سمت کاربر برمیگرده و اینجا یه ایج داره که expiration age یا expiration time کش هستش که داره به سمت کاربر برمیگرده. یه بار دیگه سند رو بزنم و الان 18 ثانیه بعدش بود و داره دوباره بهم هیت برمیگرده. خب همینجا متوجه مکانیزم کش شدیم. حالا باید چیکار کنیم؟ بیایم کی و آن کی ها رو پیدا کنیم و مراحل آرندیش رو طی کنیم. خب من هدرایی که مهم نیستن خیلی رو دیلیت میکنم و یه بار دیگه اینو بفرستم که این الان بعدیه دیگه 100% هیته. خب بریم ببینیم که آقا مقدار ریفرر
جزء کش کی هاست یا کش آن کی هاست. الان مثلا یه کم تغییر بدم توش، ریفرر یکم تغییر دادم، هیچ داد. خب پس تغییر توی هدر ریفرر باعث نشد که ایکس کش ما میس بشه، در نتیجه چیه؟ آن کیه. پس اینم با خیال راحت پاکش میکنیم چون تأثیری توی اون ور قضیه ما نداره. اکسپت کدینگ و اینام که معمولا کلا بیفایدن، اینام دیلیتش میکنیم. سند رو میزنم، خب دوباره هیچ شد. یوزر ایجنت میخوام ببینم جز کش کی هاست یا آن کی هاست، یه تغییر توش میدم، فایرفاکس رو دیلیت کنم، سند کنم و هیچ داد. پس یوزر ایجنت هم جزء آن کی های ما قرار باشه، یعنی تأثیری نداره که دیگه ما بخوایم کشف. خب بریم ببینیم کوکی چطوریه. یکم پاک کنم مقدارشو. هیت الان میس میشه چون درخواست اکسپایریشن تایمش تموم شده بود. خب دوباره برام چیز کرد. پس کوکی هم جزء آن کیاس و مقدارش تاثیر نداره. بذار من همون اصلی که قبلش بوده رو بذارم دوباره با اون سند کنم. پس تغییر توی کوکی باعث نمیشه که ما درخواستمون به سمت مین سرور بره، در نتیجه کوکی ها هم جزء آن کیا هستن. خب ما با پارامتر معمولا پارامتر دادن باعث میشه درخواست ها بره به سمت مین سرور که با هر تغییر این پارامتر و هر پارامتری که ما میدیم درخواست به سمت اون میس میشه و درخواست ها به سمت مین سرور میره. یعنی هر تغییری که میدیم بهمون اینجا میس میده. پس پارامترها جزء کی های ما هستن. خب من الان میخوام یه فازی روی HTTP هدرها انجام بدم، ببینم HTTP هدری هستش که درخواستش توی کی ها یا آن کیا باشه، یا کلا یه فازی روی HTTP هدرها میخوام الان انجام بدم. میفرستمش سمت اینترودر. خب اینجا یه فاز میگیرم، یه کی میذارم، ولیوش هم میذارم مثلا آریا داتم. اینم مارک میکنم که ببینم چه اتفاقی میفته. اینجام روی پارامترها هم باید مارک کنم چون هر سری تغییر کنه درخواسته به سمت مین سرور بده و کش توی این فاز من بهم نشون داده نشه. اینم بذارم روی بترینگ رم که هر دوتا از یه ورد لیست استفاده کنن. اینم HTTP هدرهای مختلفیه که به صورت کپیتال هستن. حالا میذاریم که انجام بشه عملیات. خب انجام شد. ما بر اساس لینکس میایم نگاه کنیم ببینیم x forwarded host تنها هدری بوده که مقدارش با بقیه متفاوته، لینکسش با بقیه متفاوته و x forwarded host aria.com. ببینیم aria.com جایی افتاده توی صفحه یا نه. بله ببینید توی تگ اسکریپت توی پراپرتی هاست ولیوش aria.com افتاده نشسته اینجا. خب ما x forwarded host رو بریم بررسی کنیم ببینیم جزو کیاس یا آن کیا HTTP هدر که مقدارش تو دام صفحه میشینه. ببریمش تو ریپیتر. یه بار دیگه بدم، اینم دستکاریش کنم. خب x forwarded host هیدری هستش که جزء آن کیاس و مقدارش هم تو صفحه میشینه. ببینیم میتونیم اینجا به XSS برسیم یا نه. اسکیپ کاراکتر میتونم بکنم تا اینجاشو ببندم یا نه. اینم چی هم تغییر میدم که درخواسته بره به خود مین سرور. چی شد؟ خب نمیشه اسکیپ کاراکتر که خودش مکسش گذاشت، در واقع امنه به XSS. اینجا یه بکستش میذارم پشتش ببینم میتونم دوباره اسکیپ کنم. خب نه، اینجا به نظر میاد که
امن نسبت به XSS و اینجوری ما نمیتونیم کاری رو پیش ببریم. باید بیایم دوباره رو به اپلیکیشن آرندی رو انجام بدیم. یه بار دیگه من اینو رفرش کنم ببینم دیگه چیا داره تو صفحه لود میشه. قاعدتا وقتی من میتونم اینجا هاستی رو تغییر بدم که اینا توش لود بشن، این موارد مهمن که توی صفحه دارن لود میشن. پیش ببینید اسکریپت که از این هاستی که این بالاست میره اونا رو بخونه. یکیش resources.js geolocate. ببینید به صورت عادی اینجا ما همچین چیزی رو داریم که به نظر مرتبط با همین لابراتوار DIV داره، نویگیشن داره و موارد مختلف دیگه. خب من همین رو بیام روی هوم پیجش انجام بدم ببینم اون لود میشه یا نه. خب به من هیت داد، باید منتظر باشم که این نیست دوباره من برگرده، چون میخوام این ببینید این هاستی که داره میخونه خودشه، یعنی از اینجا داره میره و این geolocate.js داره از این هاست خونده میشه. من میخوام اینو تغییر بدم با export هاست. خب الان نیست شدش. الان برم تو صفحه که اینجا الان کش رو من تغییر دادم، ببین این دیگه لود نشدش و همین جالبه واسه من. توی پراکسی یه geolocate.js که داره باز میشه، بفرستمش سمت ریپیتر و این geolocate.json هم میتونه جالب باشه. این هم بفرستیم سمت ریپیتر. خب توی اینا مکانیزم کش برقراره. خب یه خورده اینجا با هم جاوا اسکریپت بخوایم بررسی کنیم و بخونیم، یه init geolocate.json داره، یه init geolocate داره که آرگومنتش JSON URL در واقع همینه قاعدتا دیگه JSON URL، و اینجا با fetch JSON URL که fetch به JSON URL میزنه که در نتیجه RJSON رو میخونه و یه متغیر geolocate داده با let. خب get element اونو مارک کرده، دقیقا همون شاپینگ اینفوی که اون قسمت بودش، و یه ایمیج گذاشته که در نهایت اتنچایلدش کرده و این اتریبیوت رو براش قرار داده و یه div داده create element div رو انجام داده و inner html. خب اینجا داره توی صفحه سینک اتفاق میفته. اینجا ما اگه بتونیم پیلود مخربی رو قرار بدیم میتونیم به XSS برسیم، چون این HTML داره توی صفحه سینک میشه. ما کافیه فقط اون قسمتی که داره سورس میشه رو به صفحه بیایم پیلود مخربمون رو قرار بدیم. j.country. خب j هم که قرار بود همون جیسونه باشه که داره از این ور گرفته میشه که پراپرتی کانتریش یونایتد کینگدامه. ما بتونیم اینو اینجا رو دستکاری کنیم، پیلود XSS مون رو قرار بدیم، میتونیم به دام XSS برسیم. خب از اونجایی که این لابراتوار به ما یه اکسپلویت سرور داده، ما باید یه کاری بکنیم که export هاستی که اونجا قرار میدیم آدرس همین اکسپلویت سرور ما باشه. فقط باید یه چیزی که حواسمون جمع باشه، بیایم همچین مسیری رو دقیقا قرار بدیم، چون قراره به همچین آدرسی درخواست زده بشه. توی این قسمت فایل بذاریم و تو بدنه درخواستم همین رو قرار بدیم، فقط مقدار ولیو کانتری باشه یه پیلود XSS که اون چیزی که لابراتوار از ما خواسته رو توش قرار بدیم. خود لابراتوار از ما خواسته document.cookie توی بروزر ویزیتور باز بشه. خب یونایتد کینگدام یه ایمیج src اشتباه و در نهایت آن ارور document cookie و ببندیمش. اینم استور، لوکیشنش هم پسش هم که درسته دقیقا همچین مسیری باشه و در نهایت من باید بیام این آدرس رو توی export
هدر اکس فورواردد خواستم قرار بدم و اونو پویزن کنم. یعنی اینجا دیگه جایی که داره به سمت هوم پیج صفحه میره، اینجا رو بتونم پویزن کنم و آلودش کنم. رو 12 نیست و برنگشت و این هاست همون هاست خود لابراتوار. خب این میسه انجام شد و اکسپلویت من نشست. بریم ببینیم به XSS رسیدیم یا نه. نشد، جالبه. یه بار دیگه بله کراس اوریجین ریکوست بلاک شده، SOP جلوشو گرفته سیم اوریجین پالیسی که آقا این درخواستی که داره به سمت اکسپلویت میره اینجا چون سیم اوریجین پالیسی برقرار نیست نمیتونه همچین اتفاقی بیفته. خب من باید بیام اینجا براش کورس تشکیل بدم. اکسس الو اکسس کنترل الو اوریجین دیگه، درسته که من اینجا براش دارم یه کورسی میذارم که SOP رو دور بزنه ولی خودش دچار یه میس کانفیگوریشن باشه. اکسس کنترل الو اوریجین اینم استار میذارم براش که دیگه آقا SOP رو بتونه بایپاس کنه. و حالا اینجا من دوباره بخوام پویزنش کنم، اکسپورت پاس رو بذارم تو دام صفحه مونده. الان بریم با رفرشش کنیم ببینیم میخونه اونو. خب انجام شد و سورت شد. متوجه شدین چی شد دیگه؟ میره از اکسپلویت سرور من اینو اینجا اینر HTMLش میکنه و اون ایمیج هستش و در نهایت منم اینجا اومدم اولین بار که SOP جلوش گرفت، بعد اومدم اکسس کنترل ال اوریجین رو گذاشتم، کورس روش ست کردم که درسته دچار میس کانفیگوریشنه استار اینجا، ولی اینجا من تونستم به XSS برسم و کش رو پویزن کنم و آلوده کنم. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا ویدیوی ما رو دیدید. لطفا از ما حمایت کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و به دوستاتون هر کسی که امنیت دوست داره ما رو معرفی کنید. ممنون از حمایت و لطف شما دوستان عزیز.